وقتی من باز گشتم به همین برای اویلم رفتم از همینجا لباس تاجیکی بردم. و پوشیدم شکویم تاجیکی را معقول شده اینمی. بعد یک هفته بعد ما قطعی همین اویله خسته سال 1968 وقت بعد اینمی همش با همسایه را یاد میداد و میکردن پیرشتی و یا ایدای خیلی میشید. ما 4 یار برادریم. همون پدر و مادر در خانه 3 اکا و برادرها زندگی نکردن، قطعی همین اومده زندگی کردن در همین حولی. خشتومان شوخ یگان گاب نمیگفت این قیسنگل داشت. احترام منم چه قدر با من را دوست می‌داشتن. رفتیم مادرم گفتن که خیلی کن کلن کو رفته یک خمیرکنی رو یادیان تا. او نمیره با ما کلنگیر موزی در کی میتون نمیره افهمده. از بین ما در یگان جنگ و جنجال گپی پست و بلند شدگی نیست. برآوردم کلنش کار میکنه صد هنر داره. همون که ورا مرا دادگی کدای لوش پروردگار همین که همین عمر بینی و بیگم بیدارد هم مشتیر یادم چی کدای فقط دو میداده من. سال 1965 ماه اکتبر به صف قوای مسلح رفته در ریسپوبلیکای مولداوی خدمت را ادا کردم. در وقت خدمت حربی با همین اویله‌ام سال 1968 سال اخیران خدمتم واخری کردیم، خیلی شناس شدیم. در زوادی همین تماکو لبرنش کار میکرد. بعد شناس شدیم همونجا کلوب ده با من معقول شد. من باید گفتم که من خیلی تاجیک اگر خواهی که من همین تاجیکستان روی من مرحمت اینا بیا من خدمت که تمام کردم میرویم من یک جای زندگی میکنیم. خیلی بعد این دخترک ریزا شد گفت مایلش گفت سال 68 هر ما چی کردیم و خوردیم هر ما و دیگه همین خیلی و میخوردیم میرفتیم چی میکردیم با هم چی کردیم با کاری به خدمت کنیشه با گفته که ما یک کمانجرو میرم نه گفته که خونمون میرم با یه اومده با هم پرسیده جو با پدر مادر جو پرسیده. بعد 15 روز باز با رضایت پدر و مادر برادرها و فهمیدم که من هم خیلی با یک دختری مالدوان که شناس شدگیم اگر اجازتی من رفته هوای بیارم و با همان با یعنی زندگی را پیش برم. رفتم خانه پدر و مادرش رفتم با پدر و مادرش شناس شدم. همه شرایط من تاجیکستان با ویا فهمیدم که من خیلی شرایط هست. بعد ویا اجازه دادند. بعد در همونجا با توی گذروندیم. از همون چستی که من خدمت میکردم با هم
خدمتایی که ختم بودند و یا جواب نشده بودند و یا را تکلیف کردند. آمده در تو با خرسندی کردیم. وقتی من باز گشته برای اویلم رفتم، از همینجا لباسی تاجیکی بردم. پاجامه، کرتا، تاقی، رویمال همینه گرفته بردم در نزد پدر و مادرش. من گفتم که من از تاجیکستان که رفتم، من لباسی تاجیکی ما همین خیلی است. همونجا پوشاندم. گفتم همین خیلی معقولتان شود، من مرحمت. که گفتن که هر یک ملت به خودش چیزی خودش دارد. خیر دختر گفت که من این کار نمیکنم، من میپوشم. و پوشتم شکویم تو چرا معقول شده اینمی. بعد یک هفته بعد ما قطعی همین اویله خسته سال 1968 ماه ایول از همونجا پوشاندم، من گرفته آوردم با لباسی تاجیکی از خود مادرم. آمده برابر زبان تاجیکی رو نمیدونست. من خودم کار میرفتم مکتب. بعد همین مادرم بعد این کلینای من ینگام بعد اینا کم کم یاد دادم. آهسته منم زبان تاجیکی رو یاد گرفتم. خیلی اول همیشه من میبرده در همین معرکه و در توی خیلی خیلی گاو میدادم میشستم نمیدونم خیلی و تو چی را نمیدونست یعنی خیلی قدم هم تو چیرم خیلی به همی میشستم در هم یک کتیش میبردم خیلی میشستم کتی در معرکه کتی آدمو خیلی با یاد گرفتم به هم تو چیره یاد گرفتم در یک طول یاد گرفتم. اون بچه یکم شد در اینجا مکتب بود، هم مکتب رفته هم کتیش کدن چی کدر هم گفته چی کدر با چی شطور میخونده ده بچه یکم وقتی که اوچاش توجی که میگه ملت دیگه میگه و میگه چه شروع میکنه با فرزندش. رحمتی مادرم یاد دادگی نان بندی را و خمیر کنی را و بستن نان و خوراک پزی شکر و قروتا و من آش پلو و همه همینا را یاد دادم. سال اول که همین آوردم بعد رحمتی مادرم گفتن که خیلی کن کلن کو رفته یک خمیر کنی را یاد تیان تا. خیلی اینم خیلی گو رفته دستاتش رو خیلی اومده دستاتش رفت. مادرم بعد خمیر کرد و گفت که اکن انا میستی گفت این باید که خمیر رسد. وقتی رسید گفت نه این بالاشه که جی خیدیم باید که و بلو خیزد. ان همون وقت خمیر میرسد. بعد این اویلم بعد چند وقت رفت جی خیدم خب گفت نه رسیده خمیر. بعد بود که خیلی روز کن. بعد خیلی روز کردن هم یاد داد بود. خیلی خمیر رو روز کرد. بعد گرفته پیشی دگدان آوردم. بعد این مادرم نمیدونم کجای برام رفتی و آخر نان با آستینچه میبندن. این به آستینچه همین یک وقت کرتای همین چی بود؟ همین نیلون میگفتن. همین شال که خیلی به آستینچه باید که آستین سوخت. خیست پرید گفت ای آستین سوختی خدا رحمتی مادرم همینجا گفت آستینچه را نگرفتی. گفت آستینچه خیالم برآمد. یک لحظه خیلی سال اول هم خیلی شد.
خیلی سوخته دستم سوخته خیلی چی شده با یاد گرفتم با اوچینچا گرفتم موندم با اوچینچا و با چیزی میبستم با نونو را کلچه و هر یا نونوی هر یا گردچه میبستم الان هر یا نونوی گردچه کل میبستم بکنم همش معقول شده اینم همو نون پادی را همش یاد گرفتم. همین روز اومد که همین کارم توجکر قپید گریب آشو اوقات و اینم وقتی محکم کنی میشید بانکور محکم میکرد شروع میکرد همه را شروع نشون میداد چند تا با یاد گرفت. وقت پاد اینم همش با همسایه را یاد میدادم میکردن پیراشکی و یا یدایی خیلی میشید همش خودم میرفتم خمیرش هر کلی میپختم ایش خمیری کلچه ایش خمیری اینی ولوچکا ایش پچینم کلی یاد میدادم همون همسایه را خودم پامیدور تالونی کنه و یا سالاد کنه و این چیزی همش خودم یاد دادگی نمیرم رنگ یا چی بودم میگم معلم ماهی نمیاره. بسیار پدر و مادر حرمت میکردند. پدر و مادرم بسیار اینا ناز میدیدند. ما 4 یار و برادریم. همون پدر و مادر در خانه 3 اکا و برادرها زندگی نکردن خطی همین اومده زندگی کردن در همین حالی محکول شدن با مرا هم که دوست می داشتن این همی دانیوارو این مشتمان و خطرم هم ماشه همی دوست می داشتن مرا محکول شدن مرا درم جا وقت زندگی نقد بود وقت سرکیلیم بود با بیزبیر با دولت بزنه با ایره چقدر حرمت نکنن این با آداب بوده خیلی آدم تراب زنگ تجربه خیلی تا گپی گنده پندار نمیگو خشتومان شوخ یگان گاب نمیگفت این قیسنگل داشت. خطرم هم مشتمانم چی قدر با مرا دوست می داشتن علاقیده با دوست می داشتن همون کلینای توجیک و همون که ورا مرا دادگی کدای لوش پروردگار همین که همین عمر بینی و بیگم بیدارد هم مشتیر یادم چی کدای فقط دو می داده من وقتی خیش بینی و هم فقط کامپیر متفیدی یگو مدام ای شکوه نداره نه خسر نه خشتومان نه قیسنگل نه دانیوار بجای که بره حرمتش میکنن ایری که همین خودش با آدم با فکر نغزه گاب در همین اینمی چی بگم این خودت آدم خوب لباشد هم مشتمانتم آدم خوبه میگی گاو دانی خوب لباشد یا همین این همین گپ نگردونی و اینم چی کدر همین کاتیش طلب شد کاتیم هم خوب دیده مشتمانم خطرم هم آدمای خوب دیدن اینم خطرم دونیم طول کاتالی خیلی چی داولین چی خیلی بیشتر ندای و با خودم بونیش کردم هم رنجان میکردم هم کامپیوتر چی قدر شدمانم خودم نقد میگیده میره چی قدر مایورا بونیشون کردم تو دنیاشون کردم همسایه قطعی همه قطعی خوب است همه همسایه خیش تبارو قطعی بسیار مناسبت خوبی دارد. در دوره شوروی هر سال می رفتیم. من که همین رخصتی می آمدم رخصتی می آمدم هر سال می رفتیم 1 ماه 40 روز دام می گرفتیم می آمدیم. بعد همین سال 1990 بعد دیگر رفتن نتونستیم شرایط اقتصادی
نشد. وچم هر سال اینا می اومدن اول اینا می خوارم دودارم می اومده این هشتورمون می اومدن هم خبرگیری می اومدن فهم و کبیا با دیل باکوات میشه و اینا خود همین تلفن میکنه گاو میدنم و دیورا میفهم دیگه چند که دیلم باکوات میشه با وقتی خیش میشن. سال 2009 رفتیم بعد هم خیلی اکن یگان ملت من یگان ملت لفظ خودش گم نمیکند لیکن وقتی که رفتیم همون شبونه رسیدیم در همون خانه پدر و مادرش بعد پیشتاورا آمدن من نگاه کردم هم نیم مالداوی گفته نیم تاجیکی و گفتم ای زن گفت تاجیکی هستی و مالداوی درش میکردیم کم ککی تاجیکی را کاتیش با میگه چی گاو میدانیم وقتی ایشون برو مادام که بعد بولی چی گاو دانم و او میخندیدن که میگه تو دبون تا ایشون برو مادایتا و بعدی چند وقت با یاد میگفتم با گاو دانیش با کاتیامو کاتی ملت خدمای بودم کاتی دبونی خدم بودم. یگان بار اویله من این خیلی نکرد که من میروم تورستان نگه خانه دویم من تورستان تقدیر ده تقدیر نصیب که دایم جا گاتی دونده درم تورستان زندگی من چیزی مرودیم فرزندم کلون شدیم بچه‌م کلون شدیم نیمبرو میرم جا هم شما را این خیلی میبرداره همون یا بینی یا میکنم اول اومدن اون خیلی کین بودایده همون چیزی خیلی تو مختلف میشه با میرفت میامی توش که کین بودایی نمی اول خیلی با یو چی میکردیم دم و دم خط میومده درم جا خیلی دیل ما با قوت میکردیم اول اوتام روزی نبود اوتام همون چیزی میگه داو لای دینو جو میرایم میگه داو جا خیلی میکنیم چی قدر و برای مرا چی قدر کام خوردیم برای مرا خیلی باید آمدم خیلی با مختار شدم با دیگه چینه زندگیم تو دای تا کاتی معلم زندگیم نقد بوده خیلی معلمی میکردم آدم خونه کاتی فرزندم زندگیم تو داشته و مختار شدم و هم چیزیم توش کو گورا یکم بار دیدم در همینجا خیلی چیزیه تو گودا کاکو کدوم کو میرفت در گورا خیلی وقتی همون گورا کدن گودا کاکو کدن آلام میگفتم بای میگفتم آلایو که میگفتم رنگی میگو خودم خیت میکردم ده همون چی میگم اودم به همی اود به هم فردن در خوش میبردای الو 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 جونی شیرینم الو 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 الگم خوابش برد چوجم الو 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 الگم خوابش برد کلان شود شیرین شود حاضر همشون صاحب در خانه و فقط منم پسر کینجگیم بهادر قطعی خودم زندگی میکنه تمام قطعی کلنم همین فردندم کم کارون شدم با همین کار رفتم دیدم شوید چیزی آینی هستی و این استادی دم آینی دم بیا میرفتم کار میکردم 5 سال کار کردم هم بیاوی باز فیلم رفتم کار کردم دخترم کلون شدن میومدم نون پختگی و افکار تیار کردگی و نمیره رو با ما کلنگیر موزی در کی میتون نمیره افهمده آری همین بعد از 50 ده همین تا دختره کی نوکشوا کی همین 1000 زنک بیای دخترایی این با تعریف میرزه همه ده میرزه با دختروش با بچه‌هاش همش 32 تا نبیره دارم خب 2 تا ابیره فرزندم پسرم همش خطی من در همین محله زندگی میکنند زندگی ما ناز شکری همین دولت میکنیم شکری همین استقلالیت میکنیم از سال 1968 من تا این ساله از بین ما در یگان جنگ و جنجال گپی پست و بلند شدگی نیست همین اویله اتفاق باشد همه کار تنگ میشود هر وقتی که من کار میرم همون کلکتیو میگن که من این معلم بینید خیلی سر لباسی همون مرد همون زن باید که از هر جهت نگاه کند همین درباره من همین تازگی سر لباسی من بسیار اهمیتی سخت میتید اینا بیا و برده اینا خونش بیایی اینا یا جو برویم شروع از صوتا هم میهنه را داره بو اینه
روغنی و به روغن و همش ده سوزه یخم او خدا شروع سوزه چی؟ طعامی که در ترکی باشد اگر تیار میکنم شکر و سرکده قروتا و گوگوی اگر کمی رفته اگر همین چکه بیارم یا که از خانه گو اگر مثال که شیر نتیاد ای رفته از بازار قروت گرفته بیار من قروتا میکنم میگم چکه قدی نمیگم قروت خوبه قروت قدی با قروتا میکنم همش یادم داده یاد گرفتم همش گو میچیدم پخته میچیندم اول میرفتم کتی دانه وارم کتی نمی دانه وارم پخته میچیندم ای توی خودم چرا میچیندم بو پخته میرفتم میچیندم با من می قچاق میگیرم من دوستم میدارم یادم تر نبینم دیور نیم زنک زوره زنک خوبه بیبی بابا میگفتن خسرو خشتمانش رو من پدر مادرم استاد رو لطافت نموندن رو نامی ترجیکی خودشون رو دادن نامی محلی که ترجیکی گفتن لطافت نام کردن با ساعت با شکر کلون کرد کلونش هم تخشرو برآوردم کلونش کار میکنه صد هنر داره شروع درامتی مادرش آمده بود، تقویاش آمده بودن، دودراش آمدن، ینگواش آمده بودن. تاجستان بسیار تعریف کردن. همین خشتارم چقدر تعریف میکرده کم ترکو چقدر آدمای خوبن میگه رنگی میگه آدمای خدیادن شاید چقدر همین مهمانی را قبول میکردن دوست میداشتن همین ترکو را چقدر همین ای ترکو چقدر منادور بودن همین آدمای وطن رو میومدن در هم چقدر میگه هم پیشنم هم چی کردن که چی میکردن رفتمشون دکتر خوارو میومده کتای ترکی میپوشیدن میگشتن درم یا محکول شدن نه کمی چقدر خشتاوری درم یا چقدر محکول شدن نه که یک وقت یک با یادم وطن رو میرسن میگم همین رنگ چمچی کروی با پارون برام هم چی قدر وطن دور بوده ده اینم کلی یک وقت میتونم که میگم هم فرزندور هم جمونم بخدم برام یا هم جبرام هم یودی وطن ده یک وقت هم که یک دارم تارم میادن کلی او جمیرم یک دیل با هم جا چی میکن میشم وطن چی قدر دود بوداری ده همی چی با همی وطن عادی ده همی دنیا نیست همی وطن چی قدر دود بوداری بود زندگیم ده هم جا داشته ده تاجستان هیچ دیگه هیچ میکنم وطن ما دیگه او جمع برام دیگه کچون میتونم دیگه زندگی کردن با هم جا مختایم دیگه هم کتی فرزندم ده هم جا نمیرم هم مش ده هم جا کجا میرم دیگه هیچ جا نمیرم دیگه هم جا میشتم